سلام، به درخواست شما آموزش دوخت نقاب زیپ با قاپک یک مقدار پهن‌تر رو براتون آماده کردم. همونطور که میدونید ما از زیپ ساده استفاده میکنیم. در قسمت نقاب هم کاری که کردم اینه که پشتش لایی زدم. خب اول ببینید اینو قسمت سمت چپ شلوار رو همونطور که در تصویر میبینید دقیقاً از همون لبه فاق جلو تا زدم، اتو کردم و یک سمت زیپ رو به این صورت بهش فیکس کردم. دوباره نقاب رو به این حالت یک لا به سمت بیرون زدم، دوباره دولاش کردم. ببین یه حالت یه نگه دارنده برای زیپ، یعنی قسمت زیر زیپ به این صورت به وجود میاریم که وقتی زیپ بسته میشه یک مقدار حالا یه موقع بدنمون رو نگیره. بعضی ها میان برای این قسمت محافظ یه مستطیل جدا میکنن، لایی میزنن و میذارن زیر این قسمت. نیاز نیست، از همین نقاب ما استفاده کردیم و همونطور که میبینید دولا کردیم. حالا با همین پایه معمولی هم میتونید بدوزید. یه دوخت نیش از لبه کار دارم انجام میدم، زیپ هم داره دوخته میشه، اون تیکه حفاظت کننده هم داره همراه با زیپ دوخته میشه تا قسمت پایین کاملا دوخت و انجام میدیم. خب حالا زیپ رو میبندیم و مثل آموزش‌های قبل کامل این قسمت رو میایم روی زیپ قرار میدیم طوری که ماشین زیپ هم پوشیده بشه. بعد اینو کامل فیکس میکنیم. ببینید مواظب باشید که در قسمت پایین زیپ بقی نداشته باشه. کامل صاف کنید با دستتون و سوزن بزنید. وقتی سوزن میزنیم اول باید زیپ رو وصل کنیم. ببینید من برگردوندم کار رو، فقط دارم زیپ رو به نقاب میدوزم، سمت دیگه ی نقاب فقط زیپ رو دارم میدوزم، یعنی قسمت روی شلوار دوخته نشد. خب ببینید پس اول من زیپ رو به نقاب دوختم، حالا یه دوخت برای نمای کار انجام میدم از قسمت پایین. هم میتونید حالت هلالش کنید هم مستطیل. این قسمت یه رفت و برگشت کوچیک میریم و به این صورت اینو هلال میکنید. اینجا دیگه فقط دقت کنید که خیلی نازک نباشه این دوخت نماتون که روی زیپ نره. خب این سوزن رو که باز میکنم دیگه حالا ببینید به این صورت در میاد. کاملا یه زیپ تمیز و عالی داریم.